به نام ایزد دانا، با سلام، صدیقه گلستان رو هستم. در ادامه مباحث تحریرالوسیله جهت آزمون وکالت قوه قضاییه فصل سوم مبحث اقرار رو خدمتتون ارائه میدم. بحث اقرار هم یک مقدمه داره و تعدادی مسئله که اینجا 22 تا مسئله رو به خودش اختصاص داده. ابتدا توضیحات فارسیش رو من خدمتتون میگم و بعد از توضیح فارسی متن عربی هر قسمت خونده میشه و ترجمه میشه. اقرار خبر دادن به صورت قطعیه، یعنی من به صورت جازم و قطعی میام یک خبری رو اعلام میکنم به عنوان مقر. خبر دادن قطعی رو بهش میگن اقرار. حالا در چه صورتی اقراره؟ که خبر دادن قطعی باشه به چیزی که حقی رو بر گردن مخبر و مقر قرار بده. مثلا بیاد بگه فلانی بر عهده من 1,000,000 مثلا بدهی داره. یک حالت دیگه هم داره که مقر با حرفی که میزنه حقی رو از خودش نفی کنه یا چیزی رو نفی کنه که به تبعش حق از اون نفی بشه. مثلا خودش میاد میگه من از فلانی طلبی ندارم، یا میاد میگه این مال تلف شده مال من نیست، پس حقی هم بر عهده کسی ندارم. اما متن عربیش الذی هو الاخبار الجازم، آن خبر دادن قطعی است، به حق لازم، به حقی لازم، علل مخبر، بر خبر دهنده. مسئله 1، لزوم صراحت در اقرار. میگه گذشت از این که اقرار باید قطعی باشه، شرط دیگه که داره اینه که جناب مقر حرفشو به صورت صریح بزنه یا ظهور کلامش این رو نشون بده و تشخیص این مسئله رو هم به عهده عرف میذاره. میگه عرف باید بگه این آدم این حرفی که زد ظهور داره یا صراحت داره در این که اقرار هستش. اما متنش رو ببینید، یعتبرو یعنی شرط است، فی صحت الاقرار، در درستی اقرار، بل فی حقیقتهی، بلکه در حقیقتش، و اخذ المقر به اقراری، و در گرفتن مقر به اقرارش، کونه، توش چی شرطه؟ کونه یعنی بودنش، دالن علی الاخبار المزبور به الصراحه او الظهور. مسئله 2، در اقرار شرط نیست که به طور مستقیم از سوی مقر بیان شود. تو این مسئله میخواد این نکته رو به ما یاد بده که لازم نیست حتما مقر مستقیما بگه که من به فلانی بدهکارم. متن عربیش لا یعتبرو یعنی شرط نیست، فی الاقرار، در اقرار، صدوره من المقر ابتداءً، یعنی صادر شدنش ایهو به اقرار برمیگرده. من المقر یعنی از سوی مقر، ابتداءً یعنی به صورت ابتدایی مستقیم. مقصوداً بالافاده. مسئله 3، مقر به باید موجب حق الزام و مطالبه برای مقر له شود. متن عربی مسئله 3، یشترطو یعنی شرط است، فل مقر به، در مقر به، ایکونه که باشد، امرن لو کان المقر صادقا، اگر باشد مقر صادق، فی اخبارهی، در خبر دادنش، کان للمقر له، باشد برای مقر له، یعنی مقر له بتونه، حق الالزام علیه، حق الزامشو داشته باشه، و مطالبتهی بهی،